طبقه بسیار کم ایرانی ها می خواهند که در کشورشان تغییرات یعنی تغییرات رژیم رخ بدهد. چرا؟ این تغییرات رژیم چی می خواهند بیشتر از این کشور خود؟ کشورشان یک کشور پیشرفته هست، دولتشان کوشش جدی داره که کشور را به سطح بین المللی نگه دارد. اگر تغییرات اقتصادی وجود دارد، این تغییرات اقتصادی یا اقتصاد پایین اول خود تنها در کشور شما نیست، در تمام کشور جهان در حال حاضر این مشکلات اقتصادی پولی وجود دارد. حتی کشورهای غربی به یک لقمه نان احتیاج هستند، پول اجاره خانه ندارند. همه مردم جهان فعلا این مشکلات دارد، چرا که بیشترین پول به جنگ ها مصرف می شود. منتها از کشور شما، از کشور ایران، مسئله اقتصادیش فرق داره. کشور شما می خواهد که همه شما آرام و آسوده باشه، ولی دشمنان شما این حالت برای شما آورده است که زیر تاثیرات اقتصادی. و کشور شما یک کشور خیلی غنی است، شما معادن و ذخایر فراوان دارید و کشورهای دیگه و یا به طور واضح بگم دشمنان شما نمیخواد شما پیش بروید، یک کشور مترقی باشید. اما دولت شما طوری که میبینیم همه چیز به طور عالی پیش میروه، یک کشور مترقی هستی، همه جا زمینه درس خواندن یا تحصیل وجود داره و شما یک سرپناه خانه داری. کشورتان خیلی زیبا و مقبول است و یگانه چیز که شما میخواهید رژیم چنج اشتباه میکنید. شما یک بهترین رژیم دارید، یک بهترین حکومت، بهترین دولت دارید. نگذارید که کشور شما یا دولت شما به دست بیگانه خراب و یا حالت بهتر شد. فکر میکنید که این دستان خارجی شما را به یک حالت بهتر میبره. نه، اشتباه افغانستان و اوکراین و عراق و لیبیای را شما هم تکرار نکنید. لطفاً با دست یکدیگر بدهید، با یکدیگر همکاری کنید، با دولت خود، با مردم خود، با کشور خود و انشاءالله از این مشکلات که داری خواهد برآمد. صبر تلخ است و حاصلش شیرین.